کل تاجیکستان روز 25 اپریل سال 2023 خبر داد که روز 25 اپریل در رابطه با قضیه لطکوب بیرحمانه سربازان نسبت به سردار کمانداتور یکم سرحدی واروخ قسم حربی 0215 کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان پادپالکوونیک لازوریف نسخت خزاتوویچ با دسترسی ماده 319 قسم 3 بند به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده، نام برده نیز بابز گرفته شد. این بند قانون برای سوء استعمال حاکمیت یا مقام خدمتی از حد وکالت‌های منصبی یا خدمتی برآمدن، اینچنین بی‌فعالی حاکمیت از جانب سردار یا دیگر شخصان منصبدار که به قوه‌های مسلح حقوق یا منفعت‌های قانوناً حفظ شونده، خدمتیان حربی یا دیگر شهروندان ضرر جدی رسانیده باعث عاقبت‌های وزنی شده باشد، همچون جزا از 8 تا 12 سال زندان تهدید می‌کند. کمانداتور یکم واروخ در مرز این جماعت مربوط به شهر اسفره تاجیکستان با قرقیزستان جایگیر شده، یکی از داغ‌ترین نقطه‌ها در مرز تاجیکستان و قرقیزستان به شمار می‌رود. داستان کل تاجیکستان شام 24 اپریل سال 2023 در یک واکنش سریع به ویدیوی لطکوب بیرحمانه سربازان خبر داده بود که 5 سربازی را که همخدمتان خود را لطکوب کرده بودند پیدا و دستگیر کرده به ضد آنها پرونده جنایتی گشودند. اما نیمه دوم روز 25 اپریل این خبر از سامانه دادستانی کل به طور ناگهانی و بدون کدام شرح و تفسیر پاک کرده شد که سر و صداهای مختلفی را به بار آورد. بعد چند ساعت دادستانی با نشر اطلاعیه جدید از بازداشت پادپالکوونیک لازوریف در رابطه با این قضیه پر سر و صدا که 2 روز باز به موضوع رقم 1 در سگمنت تاجیکی شبکه‌های اینترنتی تبدیل یافته است خبر داد. دادستانی کل گفته بود که سنجش دادستانی حربی معین کرده است که حادثه 15 دکتر سال 2022 خدمتیان حربی قسم حربی 0215 قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان سرژانت قاسمزاده جانبک عبدالاحد از روی مصلحت پیشکی با همدعوتان خود قطاری‌ها عظیموف فخرالدین بختیاروویچ، کمالوف اعظم شریف خانوویچ، ناظموف محمد نظر بزرگوویچ و سیفالله حاجی اکبر حکیموویچ قاعده‌های آیین‌ناموی مناسبت‌های بین همدیگری خدمتیان حربی را دغل و ویران نموده برخلاف طلبات‌های آیین‌نامه انتظامی و آیین‌نامه خدمت داخلی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان عمل کردند. آنها با مقصد نشان دادن برتری خود همخدمتیانشان سرژانت خرد میسیروف میمونجان سوبونقلوویچ، قطاری‌ها چوریف بگزاد تویروویچ، کریمزاده زمیر رستم، امیروف نیکروز فیض‌اللهویچ و موسایف علیشیر توشبایویچ را مورد لطکوب جسمانی قرار داده درد جسمانی به سلامتیشان رسانیدند. وابسته به این حادثه پروکورور حربی گارنیزون سوخت 24 اپریل سال 2023 با ماده 373 قسم 2 بندهای ب و کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز نمود. گمان بر شده ها دستگیر کرده شده. تفتیشات پیشکی پرونده جنایتی ادامه دارد. بر اساس قسم 2 ماده 373 اکنون به این 5 سرباز بقعه همچون جزا از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند.